رزیدنت اویل 9 هنوز منتشر نشده، اما شایعاتی به گوش میرسه که این نسخه میتونه مهمترین قسمت از این سری باشه. بعضیا حتی معتقدن که این قسمت شاید آینده این سری رو دگرگون کنه. شایعات حاکی از اونه که در این نسخه قرار طلسم‌های قسمت‌های گذشته شکسته شن و لیان اس کندی در مرکز داستان قرار میگیره. علاوه بر اون، جیل ولنتاین نیز حضوری کوتاه اما تاثیرگذار خواهد داشت که میتونه روایت جذابی رو رقم بزنه. برخلاف نسخه قبلی که ما رو به خونه خانواده بیکر و روستای تحت سلطه مادر میراندا برد، این بار قراره که با محیطی کاملا جدید هولیو آمبرلا روبرو بشیم. حال باید منتظر بشیم و ببینیم چه چالش‌ها خطراتی توی این قسمت منتظر ماست. یکی دیگه از خبرهای مهم اینه که رزیدنت اویل 9 آخرین نسخه خواهد بود که با موتور بازیسازی ری انجین ساخته خواهد شد. اگه فکر می‌کنید که کپکام نهایت قدرت و پتانسیل این موتور رو تو بازسازی رزیدنت اویل 4 به نمایش گذاشته، بهتر منتظر بمونید و شاهد شگفتی‌های نسخه 9 باشید. به نظر شما اتفاقاتی توی این نسخه در انتظار